هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن نویه کوشانیان ماه آگوست سال 2021 در حدود شهر باختر با مرد 34 ساله ساکن شهر ترسانزاده شنا شده به باوری او درآمده از او автомашین تمغه اینفینیتی را به مبلغ 120,000 سومانی نرخ گذاری کرده گرفته وعده داده است که در روزهای نزدیک مبلغش را برمیگرداند، اما نامبرده автомашین مذکور را فروخته مبلغش را به منفعت شخصی صرف کرده است. نسبت نامبرده از طرف شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر باختر پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله 2 در نویه سینا عریضه مرد 24 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 21 نوامبر سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به داخل автомашین شخصیش تمغه مرسدس بنز در آمده از آنجا 4,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 21 ساله ساکن پایتخت همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.